سعید اکرم همروی و عمر رسول جانزاده دو جوان تاجیکی که شام 17 فوریه در ایستگاه مترو تولسکایا دو کارمند پلیس مترو مسکو را کوفتند اکای و دادر بودند. پدر آنها رسول جان همرویف در یک مراجعتنامه ویدیویی گفت از کاری که فرزندانش در ملک مسافری کردند راضی نیست. رسول جان همرویف گفت پسر یکمش سعید اکرم 21 ساله و دومش رسول همگی 18 سال دارند و عمر که بار اول به روسیه رفته بود هنوز نمیدونست که پلیس را زدن ممکن نیست. پدر سعید اکرم و عمر گفت وقتی که عمر دید است که کارمندان پلیس برادرش را به زمین خواباندند ناموسش آمده است و سر قهر به پلیس حمله آورده یکی آنها را با شته زده است. رسول جان همرویف گفت با ادوکات‌ها صحبت کرده است و آنها گفتند که سعید اکرم و عمر می توانند با جریمه خلاص شوند. او گفت برای تأمین حمایت حقوق فرزندانش به کمک مالیوی احتیاج دارد. رسول جان همرویف از هموطنان خواست که برای پرداخت پول ادوکات‌های فرزندانش به او کمک رسانند. یادآور می‌شویم شام 17 فوریه کارمندان پلیس در ایستگاه تولسکایا سعید اکرم همرویف سال تولدش 2000 را برای تفتیش حجت‌هایش منع کرده او را به حجره پلیس بردن شدند. آن مرد ناراضگی کرده است و کارمندان پلیس او را به زمین خوابانده دستانش را به پشت تاب دادند. در همین لحظه طوری در صف دیده می شود یک نفر دیگر به کمک مهاجر دستگیر شده شتافته با هر دو پایش با شست یکی از کارمندان پلیس را زده از پای افتاند. این نفر دوم بنا به خبرها عمر رسول جانزاده سال تولدش 2003 بوده است. سعید اکرم را در جای حادثه و عمر را روز دیگر دستگیر کردند و هر دو را الکی با قرار دادگاه به حبس پیشکی گرفتند. به ضد آنها با اتهام زورآوری نسبت به نمایندگان دولت هنگام اجرای وظیفه‌شان پرونده جنایتی گشودند. به اکای و دادر بر اساس ماده 318 کودکس جنایتی روسیه تا 5 سال زندان و سپس دپورتاسیون تهدید میکند. پلیس مسکو ویدیوی بازپرسی سعید اکرم و عمر را نشر کرد. عمر هنگام بازپرسی به یگان سوال جواب نداد، خاموشی را اختیار کرد، ولی سعید اکرم در شرح آن حادثه گفت او یگان مقاومت نشان نداده بود. پلیس دستم را تاب داد و من تنها گفتم که دستت را بگیر. بعد این ماجرا سر شد، نقل کرد سعید اکرم. در یک هفته آخر این الکی سومین خبر حمله مهاجران به کارمندان پلیس تنها در شهر مسکو است. در دو حمله زادگان تاجیکستان را ابدار میکنند.